با اخبار مهم امروز پنجشنبه 5 اکتبر من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. سلام بیننده ارجمند. در ابتدا نگاه به عنوان خبر و گزارش ها. دادگاه ناحیه سینا 5 مقام بانک مفلس شده تاج پرام بانک را با گناه از خود کردن پول مشتریان به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل کشورهای اتحادیه اروپا را برای اخراج مهاجران افغان تنقید کرد و گفت این کار باید قطع شود. اجازه حال ما چی کنم اینجا با مجبور هستم یا طالب بری یا داعش بری. مشورت زنانی در کوچه مانده تاجیک با آنهایی که میخواهند شوهر دوم کنند پیش از نکاح عقد نکاحی رسمی ببندید تا فریب نخورید. اون وقتی که کارش بود چید مرا نکاح کرد از زمین پامینم مرا ادکاس کرد. تفصیل خبرها. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکیش به مناسبت روز زبان که امروز تجلیل می شود از زبانشناسان خواسته است استفاده از واژه‌های اقتباسی را کمتر کنند. با قول رئیس جمهور در صورت استفاده زیاد کلمه‌های خارجی فصاحت زبان تاجیکی کمتر می شود. روز زبان تاجیکی را هر سال روز 5 اکتبر در زادروز امامعلی رحمان تجلیل می کنند که امروز به سن 65 رسید. روز پیشتر از این نشریه رسمی جمهوریت نامه ستایشی را در وصف امامعلی رحمان چاپ کرده است که در آن آمده است روز 5 اکتبر روز تولد رئیس جمهور را روز ملت نامیده و آن را در سطح دولتی تجلیل کنند. این گونه پیشنهادها عمدتاً در تاجیکستان قبول می شوند هرچند جامعه مدنی آن را حرکت دیگر به سمت خودکامگی و شخصیت پرستی در تاجیکستان می خوانند. دادگاه در شهر دوشنبه 5 کارمند بلندپایه بانک مفلس شده تاج پرام بانک را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه امسال تاج پرام بانک را مفلس اعلام کرد و هزاران مشتری آن تاکنون امانت‌های خود را بازپس گرفته نمی توانند. در حکم دادگاه ناحیه سینا که دادستانی کل روز 5 اکتبر نشر کرد آمده است این 5 نفر در مدت 3 سال تقریبا 200,000 دلار مشتریان را از آن خود کردند. همه 5 نفر کارمندان شعبه تاج پرام بانک در ناحیه شهر نو بودند. مدیر شعبه را به 16 سال زندان و بقیه را از 12 تا به 8 سالی از آزادی محروم کردند. نوربیبی منصور و یک شهروند تاجیکستان که می گفت در خانه کاردهندش در عربستان سعودی پیوسته شکنجه می شد به دوشنبه برمیگردد. خود او روز 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت که سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی او را از منزل خانواده عرب گرفتند و قرار است روزهای نزدیک به وطن بفرستند. نوربیبی منصور و که مادر 15 فرزند است یک سال پیش برای خدمتگاری به عربستان سعودی رفته است و او با نشر ویدیو گفت که پیوسته در خانه کاردهندش لط و کوب میشد و بیرون را هم به سختی میدید. سر می‌زنیم به افغانستان. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با نشر یک گزارش گفت کشورهای اتحادیه اروپا با اخراج پناهجویان و مهاجران افغان جان آنها را در خطر می‌گذارند. نمایندگان سازمان گفتند بازپس فرستادن مردم به جای ناامن عمل غیر قانونی است و باید بس کرده شود. در این باره کیومرسیتا گزارش می‌دهد. این جوانان افغان به جای برگشتند که از ترس ناامنی از آنجا گریخته بودند به وطنشان به افغانستان. مقامات آلمان این گروه را آخر ماه دکبر به کابل بازپس فرستادند. یکی از آنها بعد 7 سال زندگی در آلمان اخراج شد. به خاطر اروپا بسیار چیز از دست دادم مگر مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره. من دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره. مگرم اجازه حال ما چی کنم اینجا با مجبور هستم یا طالب بری یا داعش بری. اخراج پناهجویان و مهاجران افغان با موافقت حکومت‌های آلمان و افغانستان صورت می‌گیرد. بر اساس سازشنامه دو طرف هزاران مهاجر افغان باید به کشورشان بازگردانده شوند. چنین عملکرد آلمان و کشورهای دیگر اتحاد اروپا را سازمان عفو بین الملل روز 5 اکتبر غیر قانونی نامید و خواست که اخراج افغان‌ها را بس کنند. به گفته سازمان بازپس فرستادن مهاجران به ورطه مرگ انداختن آنهاست. هیچ گوشه خاک افغانستان برای افراد اخراج شده آرام نیست. برای همین ما می‌خواهیم تا زمان امن‌تر شدن کشور اخراج را موقتاً قطع کنند. انا شی یکی از مؤلفان گزارش بازپس فرستادن به جای خطرناکی برای تهیه گزارش به کابل رفته است، گفت افراد را دیده است که بعد بازگشت در حمله ها مجروح شدند.
من در کابل آدمانی ترسیده رو دیدم که در هیچ جای دیگر ندیدم. آنها از حمله های تروریستی می ترسند یا در این حمله ها مجروح شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید در افغانستان قتل و شکنجه، طمع‌جویی و نقض حقوق بنیادی انسان بسیار زیاد است و 20 گروه تروریستی در آنجا عمل میکنند. به قول سازمان سال 2016 هم از اروپا بیش از 9400 افغان را به وطنشان بازپس فرستادند که 6000 نفر بیشتر از سال 2015 هم است. با وجود آنکه امریکا و شریکانش در اروپا طالبان را سال 2001 در افغانستان سرنگون کردند، اما این گروه همچنان حمله و بمبگذاری ها را ادامه می‌دهد. امنیت در پایتخت این کشور شهر کابل نیز همچنان ضعیف است. فرهنگستان علوم شویتسیا ادیب جابانی‌تبار از بریتانیا کازو ایشیگورو را روز 5 اکتبر برنده جایزه نوبل برای ادبیات اعلام کرد. نویسنده 62 ساله با کتاب‌های بقیه روز و مرا از دست مده معروف است و با گفته فرهنگستان علوم شویتسیا در این کتاب‌ها نیروی عظیم احساس انسانی نشان داده شده است. ادیب شناخته در شهر ناگاساکی در ژاپن تولد شده است و سپس همراه خانواده به بریتانیا مهاجرت کردند. بر اساس داستان بقیه روزی او فیلم آفریدند که به جایزه اسکار نیز پیشنهاد شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در کشور که قبلا ازدواج پیرانسالان با زن جوان به عقد نکاح رسمی صورت می‌گرفت، حالا مقررات را سخت‌تر کردند. دیگر پیرمرد اگر زن گرفتن خواهد باید با زوجه آینده حتما عقد رسمی ببندد، چون مولا این سند را پیش از نکاح طلب می‌کند و مقامات نیز. حامیان حقوق در تاجیکستان می‌گویند در کوچه ماندن همسران طلاق دیده سببی و مردان پیر سبب جدی گرفتن مسئله شده است. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. شرافت حلیموی 39 ساله 2 سال پیش با مردی 66 ساله که همسرش فوتیده بود ازدواج کرد. او فرزندان و شوهر را خوب نگاهبین میکرد، اما یکی از فرزندان بزرگ شوهرش پای فشاری کرد تا موی سفید همسر را از خانه بیرون کند. شرافت و همسر بزرگسالش نکاح رسمی نداشتند و از حق دعوا برای منزل و پرستاری محروم شد. وقتی این بچه برنیسه برآمد گفته زن تبگی بر، من نمیخوام زن ترا بینم، نمیخوام زن تبا بینم. شوهر شرافت برای به دست آوردن دیل او وعده تامین روزگار و سرپناه داده بود. او هم خیلی فکر کردن که زن اتمون نگم فرزند میاره صاحب خونه میشوه. ما گفتم که تو مرا گفتی ما این خونه در کار نیست، تو مرا وردی زمین تا نشون دادی، اوچم وردی زمین تا نشون دادی، گفتی که ما زمینه برای شرافت بچه‌ام که راهش نتیم میارم در اینجا چی میکنم. وقتی که کارش بود چید مرا نکاح کرد، از زمین پامینم مرا ادکاس کرد. در تاجیکستان صدها زن میانسال و بزرگسال سرنوشت شرافت را دارند. آنها با مردان بزرگسال شوهر میکنند و در صورت فوت مرد یا ناراضگی عضو از خانواده شوهر به حق و میراث از خانه بیرون کرده میشوند. در چند سال اخیر تعداد زن و مردان بزرگسالی که ازدواج خود را در مقامات ثبت اسناد شهروندی رسمی میگردانند به مراتب افزوده است. سن سال آنها از 70 زیاد هم هست، هم زن و هم مرد، و میخواهند که نکاح خود را به رسمیت درآورند. مقصد آنها حمایه از عائله های خود، یعنی که بعد از سری من عائله من و فرزندان من در کوچه نمانند، مبادا که فرزندان من آنها را پیش راه نسازند، گفته نکاح خود را به قید میگیرند. در اداره ثبت اسناد شهروندی ناحیه فردوسی در یک ماه 5-6 جفتی از 50 ساله بالا عقد نکاح می‌بندند که در قیاس به سالهای قبلی بیشتر است. در مناطق دور از پایتخت هنوز هم بزرگسالان نکاح دینی میکنند و خلاص. زنها از تقاضای نکاح رسمی حتی شرم میکنند. و در باره مسائل اقتصادی صحبت میکنیم. در تاجیکستان یک چند دهه هست که مردمش کشاورزی نمیکنند و به کار دیگر یعنی زرشویی مشغولند. شوگناف در جنوب تاجیکستان یکی از کانهای نچندان بزرگ طلا است و بعضی از ساکنان دهاتی اطراف در آنجا زحمت زیاد میکشند و ماهی تقریبا تا $300 فایده میگیرند. همکاران ما در کان طلای شوگناف بودند و این گزارش را فرستادند. در موضع شوگناف بسیاری از ساکنان محلی به استخراج طلا مشغول هستند.
در این ناحیه یک چند دهه است، اما نه کشاورزی و یا یگان کار دیگری در آنجا نیست. جویندگان این متل گرانبها آن را به طور دستی استخراج می کنند. برای دریافت یک ذره طلا 10 کوبومتر سنگ و شغل شستشو می شود. در هر مکان این موضع طلا وجود دارد، اما برای طلاشویان مهم است مکان را پیدا کنند که در آنجا ذره های طلا بیشتر است. اسکندر و رستم بعد ختم درس هایشان در مکتب به طلاشویی می آیند. پدر آنها عضو این ارتل زرشویی است. هر مقدار طلایی که به دست می آورند به او می دهند و پدر طلا را به نقطه قبول آن می فروشد. یک لو کل میره میو یک دیامو یا 3000 کل میو. اگر سوز کل نکنی کل نمیو. ای امیجا همه کاسد امیجا زبوی کل میکنی. کور امی خد یخصوص زبوی همه. بسیار تری. فایده شو امی زبوی کن. این یک کم یاد بکنم و کار میکن. یاد گرفتم میایم کار میکنیم زندگی پیش میبریم. در شوگناو نیم عصر باز طلا استخراج میکنند. در کنار طلاشویان استخراج صنعتی طلا نیز به راه مانده شده است. عین زمان در اینجا چند شرکت کار میکنند. برخیشان دولتی و بعضی دیگر خصوصی هستند. شرکت ها معلومات حجم استخراج طلا را نمیگویند، چون که طبق قانون این معلومات مخفی است. принципе رسیب она очень легко. Тут زرشویی خیلی آسان است. همگی چند عمل دارد. رگ را باید کنی، ببری و بشویی. باقی مانده های شستشو را ما در یک شبانه روز یک مرتبه در چوبناوه تفتیش میکنیم که چقدر زر به دست آمده است. با همین تمام. زمستان در این موضع چند متر برف میبارد. تا برف اول شرکت ها شب و روز کار میکنند. رگ و شغل طلادار را ماشین های عظیم تا تجهیزات شغل شویی میکشانند. طلا در ظرف های ویژه تکشین می شود. اما به گفته متخصصان با چنین شکل استخراج تا 8% طلا تلف می یابد. ارتل طلاشویی آدینه 130 هکتار را در این موضع در اختیار دارد. در 12.5 سال کار این شرکت قریب به پررگی این موضع را کار کرده است. در مورد حجم طلایی به دست آمدن نمیگویند، اما گفتند در این مدت از نقشه 1 برابر بیشتر طلا شستند. ما همین خیل کلکتیو را تشکیل کردیم. آنها را در داخل و خارج کشور تعلیم دادیم. حالا آنها در شرکت ما کار میکنند. در تاجیکستان تا کنون 130 کان طلا کشف شده است. حجم استخراج طلا در کشور سال به سال می افزاید. سال 2012 در کشور 2.5 تانه طلا استخراج شد. سال گذشته حجم طلای استخراج شده به 5 تانه رسید. امسال در نقشه است حجم استخراج طلا باز 25% بیشتر شود. بیشتر مجوز استخراج طلا را در کانها شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین به دست می‌آورند. ناوابسته به شکل مالکیت همه طلای استخراج شده در تاجیکستان را بانک ملی خریداری می‌کند که در خزینه طلایی و اسعاری کشور نگهداری می‌شود. و خبری ورزشی مسابقه برای جام پرزیدنتی تاجیکستان اوید به زیودو و جودو امروز 5 اکتبر در زادروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ورزشگاه شهری وحدت شروع شد. تاجیکستان را در مسابقه 20 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف به مثل کامرانشاه اوستاپریان، سید جلال سیدوف، جهانگیر مجیدوف و دیگران نیز هستند. بیننده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org بخوانید. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.